صبح جمعه رسید. دوباره سحرگاه عزیزترین ایام خدا. روز جمعه سر رسید. 6 روز به دنبال دنیا دویدن و گناه بر روی گناه انباشتن برای به دست آوردن لقمه نان، یا گذران اوقاتی که نمی‌دانیم چقدر غنیمت هستند، هر بار ما را به آخر هفته یعنی جمعه میرسانند و خداوند این روز را قرار داد تا مسلمین مجالی برای بازیابی خود و رجوع به سوی خالق مهربانشان داشته باشند. 6 روز نفس نفس زنان از پی آرزوهای تمام نشدنی دنیا دویدیم و دوباره نفس سوخته و خسته به جمعه رسیدیم. یوم الله جمعه از سوی الله رحمان مهلتی مقرر شد برای آمرزیدن توابین، وقتی برای بخشش گناهکارانی که می‌دانند این جهان ماندگار نیست، همان گونه که این زندگی فانی پایان کار نیست. پس خوشا به حال آنان که هر جمعه کوله بار گناهانشان را زمین گذارده و با رها کردن دنیا و دل مشغولی هایش به سوی عبادت خالصانه الله می شتابند. خوشا به حال آنان، خوشا به سعادت آنانی که ندای منادی الهی را در روز جمعه می شنوند و لبیک گویان برای ادای فریضه نماز جمعه می شتابند. خوشا به حال سحرخیزان جمعه، خوش به حال حبیبان خدا، خوش به حال حبیبان خدا، همانها که الله سبحان دوستشان دارد و وعده آمرزش خود را پیشا پیش نصیبشان فرمود. آن حبیبان بیگمان در توحید و یکتاپرستی از سبقت گیرندگانند، همان طوری که در انجام اعمال صالح و خیرات از دیگران پیشی میگیرند. پس یا ایها المسلمون، جمعه ها را دریابید پیش از آنکه آخرین جمعه ما فرا رسد. جمعه ها را دریابید پیش از آنکه آخرین جمعه فرا رسد. بار الها به همه ما ایمانی از جنس ایمان اصحاب جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنایت فرما، ایمانی از جنس اهل بیت او، و بخواه تا از جمله کسانی باشیم که هر جمعه مغفرت تو را کسب نموده به سوی هفته دیگر سبکبال و سبکبار می روند. آمین یا رب العالمین.